بابا چالی چی واسه شاید چی مونده ایده تلویزیون در رمضان غیر ترکی و هندی دیگه من چی سیل نکن در رمضان خب گناه داره کاکای تام زنگ بده. بله سلام علیکم. خوب هستی بیادر جان و جور بخیر خیرتی است. کجا؟ پشت دروازه؟ چطور خیلی ما صدا رو نشنیدیم؟ نه تو مذاق میکنی؟ خواهی نما بچه رو رایش میکنم ولی اخواه بچه برو بی که کاکای تو آمده در باز کن میگم 3 ساعت در میزنم. خب رفت نه برو ما چون هیچ وقت میمان آمدن از عید رمضان وقت بادرم کسی نمیخواد ما. یا الله خوش آمدی بیادر. خوش باشی. خوب است جان جورم بخیر هستی جان اول داری خوب هستی بخیر هستی شکر خوب است بخیر آمدی زندم زارتون کردی چطور بیا بیشی چی کنیم نگه یک 10 دقیقه 15 دقیقه تا این دم دروازه هرچی تق هیچ کس این دروازه رو باز نمیکنه. حالا ما والا خودت میفهمی که دیگه افغانستان برق نداره زنگ در میکنه کار نمیته که برق نباشه تو راست دیگه دای بالا ما هستیم صدای در نمیشنویم بخشی باشه دیگه پشت در مونده. نه خدا ببخشد وقتی پیدا کردی بخیر هستی دیگه جان سلامت زنده باشی. خوب هستی دیگه خوبه چطور خوب هستی دیگه شکر الحمدلله خدا رو شکر میگذره. خود دیگه چی گپ باز بیاد چطور که مسئله زمینا رو هم تو مانده دیگه زمینا هم تو مانده چی کنیم آخرش نمیفهمیم به کجا میرسه. یکی جنگ و دعوا هم سرش کار خیر باشه جور میشه جان پیسه میتیم پیسه چی میگی بچه مادرم گفته که میمان داریم برم سودا بیارم. کو میمان نداریم نه کاکای ماست دیگه. نه خود رفته نیست میره. حالا کاکا تو مگه ماما وعده ندادی دیگه من شب هست. نه کند کاکاش گفتم که امشب همینجا هستم. نه بچه کسی مذاق میکنه میگه باش دلت نشه که مذاق میکنه کسی رفته نیست میره. واسه من میرم خیلی کتمیان دیگه ما پس میام. نه کاکا جان هستم برو شب بچه رفتی فکر داشتم بوتای کاکایت نباشه که کاکایت رفته نیست. ای چه رقم میمون نوازی سر ای چه رقم بیادری است از اولش که آمده میره اگه گفتم بگی خانه بکش. چرا تو قهر کردی چی گپ سر تو باش تو شد رفت این رمضان میمانه که خوش داره نمان که میشه دیالا رو خیلی خوب جالب بود. بچه تو بیا میشه دیال این دیره با